با هم بریم یه سری خوراکیایی که قراره توی سینما من و دانیال با هم بخوریم با هم درست کنیم. هم پوفیلا درست کنیم، هم سیب زمینی مزه دار کنیم بذاریم تو فر. خلاصه خیلی کار داریم دیگه. میکاپمون تا اینجا بمونه. شاید اگه اذیتم نکرد لنزم بذارم. بریم سراغ خوراکیا. داره صدا میده. وای از دکه یه چیز بگیره اعصابم خورده. خون دماغ شده بود افتضاح. نمیدونم چرا اینقدر خون دماغ میشه دیگه. ماهی دیگه باید ببرمش دکتر. خودش که میگه هیچی نیست خوبم فلانم دیگه. الان فکرم درگیره. اونم رفته هیچی بگیره دکه بیاد. الان ساعت 9:40 9:40 باید اونجا باشیم دیگه. وای بچم چجوری راگروفا رو بسته. آفرین مت. آفرین آقای محترم خیلی خوشگل شده. بزن این چیزشو بخون. 40 161 37 7 آره اوکی. چه فرقی داره؟ چراغ مراغش فرق میکنه، سقفش فرق میکنه. بوق بزن برای اون بیناموس. نمیاد زنیم بعد از اون دور بزنید پای صف وایسه. گم شو دور بزن. عصبی نبودی اینقدر. من راهنمایی عصبی نباش. الان انقدر عصبی من میترسم بابا. خودت منو شبیه خودت کردی. من نتونستم تو رو شبیه خودم کنم. من چرا من آرومم. من ریلکسی تو برعکس من شدی. من آدم آرومیم. دوستان بیاین نقد ما رو ببینین. ریدم تو این گلگیر گرفت. تو هزینه ها صرفه جویی کنید. الکی اون وقت خوشگلتون و اون پول قشنگتون رو حروم این فیلم چرت نکنید. خوابم گرفته بود. بیاد کوچولو قشنگ بود. کلا فیلم های ایرانی ها دوست داره. خب من کلا دوست دارم. مخصوصا پیجمان جمشیدی بازی. آرومتر برو. آره کلا فیلم های ایرانی دوست داره. ولی خب منی که دوست ندارم مثلا فیلم زیاد دوست ندارم اونم مخصوصا ایرانی. نه بچه‌ها قشنگ بود. پس دیدم خیلی قشنگ بود. 70 خیلی باحال بود. ولی اینو واقعا دوست داشتم مثلا به خاطر دانیال وایسادم. وگرنه پا می‌شدم میومدم وسطش. اگه کردیم چی پاشیم بیایم ما. پول پارکینگ ندم من اینا. میگم به خاطر بردم تا جلوی در ورودی سینما با ماشین بردمش. قشنگ. نه خدای ارزش دیدن نداشت. خدا قشنگ بود. نه بچه‌ها قشنگ بود. یه کوچولو بعضی جاش خسته کننده و کسی. یعنی من اگر یه مادر بودم با بچه‌ام میرفتم سینما فوشو میکشیدم. یکی دو نفر ول کردن رفت. آره اگر با بچه مثلا نمیتونی بیای اونجا چون شوخی‌های جنسی خیلی وسطش داشت. خدای خیلی شوخی‌هاش من بچه‌م نمیذارم. بچه نمیفهمه درد اصلا میفهمه اینو ببینه دیگه. متوجه میشه. 4 تا آدم بخنده بگه چی گفت بره بپرسه میفهمه. ببین بچه مادر سختی میشم. بچه بیچاره بچه‌م. آره ولی کلا ارزش داشت. کلا قشنگ بود بچه‌ها. من چون فیلم ایرانی دوست دارم همه جو فیلم ایرانی قشنگ بود. خدایی قابل مقایسه با زودپس نبود ولی خب قشنگ بود.
فیلمای پیمان جمشیدی همش مگه تموم شد؟ ای بابا عشق میشه آروم بره. حالا بچا به خدا ماشینش خراب بشه یه جور آروم میره. الان که من گوشی رو گذاشتم بازی نکشتم بابا عشق قشنگه واسه به خدا که خودش بود الان اینجوری آروم میرم الان به خاطر من چیز میکنم. من الان وای نیستم یه جا میزنم رولکس میرم جا پشت سرم ماشین زیاده عشق. بعد تازه یه قسمت براتون فیلم گرفتم نمیدونم چرا قبلا اینجوری نبود میذاشتن حداقل مثلا یه استوری چیزی بگیری. ببخشید دست اندازی خورده عمیق بود میذاشتن استوری چیزی بگیری ولی تا اومدم فیلم بگیرم یارو اینجوری شیب تو پفکامونو وا کردن. من سینمای فقط تنها سینمایی که رفتم اصلا با دانیال آشنا شدم بچه رفتم سینما نمیرم. آره من خدا شاهده میرفتم من نمیرفتم یعنی فقط اردو من یک بار تو زندگی آره بردم. منم اردو رفتم فکر نکنی من تورت میکنم. آره تو سمت کرج سینما پرشین. آره اونم هجرته. اون هجرت خیلی بلیتش مناسب قیمتش خیلی هم خلوته ولی یکم به ما دوره مثلا بخوایم بریم ولی سینما خوبیه مثلا میگم هم نسبت به قیمت هم نسبت به خلوتی. پیشی هم پره خیلی شلوغه نزدیکی حداقل به ما حال بستگی داره کدوم منطقه زندگی میکنی ولی خب بلیتش گرون‌تر نسبت به سینمای دیگه. یه بارم بریم گوهردش. بچه ما چون مشکل مالی نداریم خب اصلا چون مالی نداریم تو منطقه کرج بچه ها به نظرم مثلا بین پرشین و هجرت موندیم پاشیم بریم هجرت اونجا بهتره. بچه کرج سینما نمیره بچه کرج سینما رو میاره به خونه. چی؟ الان منظورت چی بود؟ یعنی چی؟ یعنی چی سینما رو میاره به خونه؟ سینما رو میاره به خونه تازه خودت هم باشه من سینما رو بیارم به خونه. یه حرفش بود. یعنی چی؟ بابا برات الیدی میگیرم 80 اینچ تو خونه خود سینما میشه دیگه عشقم دوتایی میشه. یعنی خونه بزرگم میگیم که بتونه 80 اینچ بده جا میشه بیشترم تو خونه 100 متری هم جا میشه 80 اینچ دیگه تو دارم میندازن اوف کورس. خب عزیزم تو دیگه حرفی نداری؟ من زیاد من تو معامله زیاد حرف نمیزنم. مریض میشی الان. بابا چیزی نمیشه. بابا من هی یادم میرفت از آب دم میزدم اونایی میگفتم آره بچه‌ها خوبه سینما برید. همین الان میگم خوابم میاد. خداییش دیگه داشتم چارت میزدم مثلا. نگاه نکنیم برای روبرو پلیس چیز راهوره. الان ماشین رو ببینیم این جریمه میکنه. حالا اینم برای من آروم میره. چیکار کنم الان میگفت آروم برو الان که آروم میره. اونو میگم بابا جلویمون راه نمیده. خب قرار بود اسکل. بابا آروم باش. بریم دونت کباب بزنیم. نه بابا دونت کباب. دونت کباب چیه؟ دونت کباب جا نه ترکیه است. زن ما ترکیه کف استانبولی بابا از آیه نکن دیگه. فیلمش راجع به ترکیه بود. مرشهر فعلا تا درست پازشه. از اینه که فیلم می‌بینی جواب دیگه تو موقعیتی. الان تازه میخوام آهنگ استانبولی بذارم. خب بذار. کف مرشهر فکر کنیم کف استانبولی. ما سال بعد میریم سال بعد زمینی ترکیه. ساعت چند عزیزم؟ 11:30 ان شاءالله یک خونه. میخواد صبح پاشه تو رو قرآن یا ماموسه. من که بچه مریض شدم مثلا مغازه هیچ خونه عشق میکنم یه روز میکشم فیلم میبینم. من خیلی دوست داشتم میمانه بگیم همش خونه باشم. الان خونه دیگه فقط برای آشپزی میکنم. شرمه نمیم بایستیستم. آره بذار دیگه الان که باید بساز نمیتونم شنیدن کی بود مان 1 2 2 8 قلبی میارم